من خیلی آرومم، ولی نمیدونم چرا همه بهم میگن عصبی. من عصبی ام؟ نه خیلی آرومی. کی گفته عصبی هستی؟ دکتر افروز، مادرم، پدرم، خیلی هایی دیگه. چی میشه که عصبی میشی؟ وقتی ازم زیاد سوال میکنن. من خیلی آرومم، ولی همه بهم میگن تو عصبانی. خوبه که همه با تو میگن تو عصبانی. تو باید با تو بگن گو. تو بیشتر شبیه تاپاله میمونی تو آروم. فقط مثل قشاده که موتر روی تیر شده باشه همون چیزی. انو خوب با تو میگم عصبانی. تور بدیدم باید گوه شومونده شهرامیرتی افتادم. مثل خر بریم موی همه دهن اندازه بخوره. جنگ که کسی